یکی از وزنه برداری اروپا رو میارن روانشناسان که یک وزنه رو برداره. قدرت ذهن رو میخوام بهت بگم 170 کیلوگرم. میگه من رکوردم 170. خب میگن ازت میخوایم که 5 کیلو بیشتر بلند کنی. میگه نمیتونم. میگن خواهش میکنه. میگه نمیتونم. التماست میکنه. میگه نمیتونم. آقا من 1 گرم بیشتر بر نمیدارم. آقا ازت میخوایم. تو میگه چون التماس میکنید باشه. آقا این وزنه رو برمی‌داره رو زانو تا زانو هر کاری میکنه بالاتر نمیتونه بیاره پرت کنه. گفتم که نمیتونم ناراحتم میشه. بازوام داغون شد. میگه یه استراحتی بکن. میره استراحت میکنه 1 ساعت بعد برمیگرده. یه وزنه آماده میکنه واسش 165 کیلو. 5 کیلو کمتر از رکوردش. میگه که این چقدره؟ میگم 165. میگه چقدر کمتر از رکوردم؟ میگم 5 کیلو. میگه بازم نمیتونم. آقا این دیگه کمتر از رکوردته. اینو دیگه چرا نمیتونی؟ میگه بازو هم خسته است. اینو اول بهم میدادید. له هم کردی حالا میگه بلند کن. حالا به خاطر ما. میگه حالا زور خودم میزنم. آقا بلند میکنه رو زانو، میکشه رو سینه، میبره بالا، مینازه زمین، دست میزنن واسش تشویق میکنن. میگه خب خدا رو شکر گفتم که اینو میتونم. بعد میخندن. میگه چرا میخندید؟ میگه ناراحت نمیشی؟ میگه نه. میگه اولی 165 کیلو بود، به تو گفتیم 175 نتونستی. دومی 175 کیلو بود، به تو گفتیم 165، بازوات هم خسته بود تونستی. ذهن انسانه. ذهنت به پذیر جسم پشت سرت میدوه.